خب دوستان عزیز، این حرفا رو از تاجیکان اون بر دریا نه از هر کس میشنوید. همینطور که ما یک طور دیگر بزرگ میشویم. مثلا تصور کنید مهدی کودک یا که کودکستان ما روسی است، در مکتب دیگر زبان، در خانه دیگر زبان، باز در بالای اون باز چهارم زبان انگلیسی است که ما مردم بسیار همیتو اینتלקتوال بالو کلان میشویم. خب با شیشتوخیز با خیلی مردم دینای گوناگون مردمای گوناگون ما دیگه عادت هم کردیم، هیچ کس رو از هیچ کس جدا نمیکنیم. اما یگانه چیزی در بین ما هست که ما مردم از همون کهنه تمدن تاجیکی هست بزرگ میشویم. تصور کنید هر کی که با ما بود با همین تاثیر بزرگ میشود. هر کدام ملتی بود اینا تن میگیرن یا نمیگیرن، این انا همطور هست. با همین خاطر لباسایی هم که در اون زمانا جور شده است تیار شده است امروز میپوشن. خب مرد نیستن دیگه، تن نمیگیرن که از خودشان نیست، نمیگوین، میگن نم از ماست. باشد بگوین از کفتگش چی تغییر میکند، محل از گذارد دیگه. خداوندان گفت است یک چیز رو مثلا یک کس به یاد بده، مثلا وقتش به ابریشم بافیه به دیگر ملت ها یاد دادین. درست است که تاجیکان خانه نشین بودین و خیلی کار از دستشان می اومد، از مردمشان در زمین کار میکرده، از مالداری خیلی دارایی داشتین، خانمشان در خونش نقش و نگار میدوختین، یعنی بود دیگر رو هم یاد گرفتین. اوکی اینو فهمیدیم، گذشت. با این گفتنی هستم که ما دویم بین خود بسیار اتفاق داشتیم. فرقش نیست که کدام ملت است. از توانمو بود به روسا رفتیم و جشن ایدی اونو همون دینی خود اونا کمک میکردیم. ما کریست نیستیم، مثلا به یهودیان کمک میکردیم. خب ما همینطور بزرگ شدیم در یک جای. با این ما تغییر نکردیم، مثلا دین ما نفروختیم یا زبان یا که ملت یا چیز دیگری. اما بسیار خوشحال بزرگ شدیم، بسیار خوشحال، با محبت. هر ایدی با یکی دیگر ما تحفه میبردیم. با تصور کنید که این تو جوانو اگر بزرگ شود یک دفعه اروپا میاد چطور میشود؟ در اروپا میایی یکم منتظر میباشی که این مردم از خودگی ما اگر یکم هم زبانه دیدی یا هم تبارت دیدی فکر میکنی مثل توست. این یک دفعه میبینی که نه اینطور نبوده است، چیکار کنی در بین میمونی. یعنی اما بازم در نزد اون آدمگری رو فراموش نمیکنیم و هنوزم منم فراموش نکرده ایم. همچنان من خودم رئیس یک جماعت به نام رنگین کمان در شهر اولم شتات اولم بادن ویرتمبرگ ایالتش هستم. میخواستم برای ملت هزاره از افغانستان کمک کنم. اگر کسی در این اطراف ما هستن، نوی اولم بادن ویرتمبرگ در می ایالت، کدوم چیزا تشکیل کنیم که به همین مردم کمک شود. چون که همین روز با یک نزدیکان ما از خیشتبار ما از اندراب گپ زدم و گفتن که در افغانستان ملت هزاره سختی میکشند. خب ما هم چی گویم به شما، آدمگری باید کرد، به یکی دیگر کمک کرد. تاجیکان اون بر دریا هم به این چیز نباید همینطور نشسته تماشا کنن و فرق ندارد شیعه هست یا سنی است. ما چون که با هم بزرگ شدیم، ما سنی بودیم، با شیعه رفته کمک میکردیم وقتی ماه عاشوراست. مثلا حاضر اگر ما در شهر خود ما بخارا می بودیم، در حسین خانه رفته شم میموندیم، کمک میکردیم به مردماشون. دما این چیزا یکم حیران انگیز نیست، آدم جدا هم نمیکنیم. این چیزا من فقط در اروپا دیدم، متاسفانه این چیزا من فقط در اینجا این مردم دیدم یکی دیگر رو جدا میکنن. ما نداریم این چیزا. فکر میکنم مردمان با تمدن ما هستیم و همطور موندیم، ما تغییر نکردیم. به همین خاطرم اگر چیزی شما میخواستید که با دنیا رسانید، میخواستید مثلا یک 20 نفر جمع کنید، برایت گپ زنید، ویدیو بگیرید، BBC برای کنید، کدوم کارو اگر میخواهید بکنید برای ملتتون، حتما نوشته کنید. اگر در اطراف زندگانی میکنید با هم نشسته پلان میکنیم، نوشته میکنیم. من از توانم از طرف جماعت خود برای شما کمک میرسانم. حتما نوشته کنید کدوم چیزها فکر میکنیم، با هم فکر میکنم برای مردمان شما کمک میشود. لطفاً به نزدیکانتان این ویدیو رو روان کنید و به من نوشته کنن. در بین همین 3-4 ماه یکم چیزا میتوانیم ارگانیزیرن کنیم. فکر میکنم آدمگری همین است.
باید همینطور باشد.